سلام بینندگان عزیز، آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان را در برنامه اخباری آزادی من مومین احمدی با جمع همکاران پیشنهاد شما میکنم. امروز 29 مارس است. نگاه به سرخط چند گزارشی برنامه. دادگاه نواری صحبت‌های چهارشنبه ورزشگری بازداشت شده را در مورد حادثه‌های بدخشان از نو می‌سنجد. از لگد مهاجری تاجیک به میلیساهای روس ضرر سخت نرسیده است. ادامه تفتیش پرونده دو برادر تاجیک برای حمله به کارمند میلیسا در روسیه. طالبان افغان استفاده موسیقی و رقص در توی‌های عروسی را منع کردند. با خیلی احترام خوب به اونا مجلس کردیم. در حین مجلس به اونا بگفتیم که این چیزهایی که منکرات باشه اونا باید نباشه. دادگاه دوشنبه قرار کرده است که نواری صحبت‌های چهارشنبه ورزشگری بازداشت شده را در مورد حادثه‌های ماه نوامبر سال گذشته در مورد بدخشان از نو بسنجند. او را به آن عیبدار می‌کنند که مردم را به سرنگونی حکومت دعوت کرده است. نزدیکانش می‌گویند گفته‌های او چنین معنا نداشتند. همکارم مولا رجب یوسفی تفصیلات بیشتر دارد. مرافعه سیوم دادگاه چهارشنبه امروز 29 مارس در بینای بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه برگزار شد. به مرافعه تنها وکیلان دفاع و پدر چهارشنبه را راه دادند. خبرنگار رادیوی آزادی و همچنین دیگر خویشاوندان این ورزشکار بیرون از در ماندند. دادرس بعد برآمدن از مرافعه در یک صحبت کوتاه به ما گفت که برای تشخیص نوارهای چهارشنبه از نو تشخیص تعیین کردند. دلافروز صمد و یک از وکیلان دفاعی این ورزشکار هم جزئیات مرافعه را چنین شرح داد. درخواست آخرینی که ما به سود پیشنهاد کردیم درخواست اوید به تعیین اکسپرتیز تکراری بود. خلاصه اکسپرتیزی که در قبض مواد پرونده جنایتی قرار داشت ما وی را زیر بحث قرار دادیم. بنابر آنکه ناصحیحی ناپورگی جای داشت ما اصلا طلب کردیم که اکسپرتیز تکراری تعیین کرده شود. لینگویست، زبانشناس، سخنشناس زبان روسی جلب کرده شود. نهایت از خانه مشورتی سود برآمده درخواست حمایتگران قانع کرده شد و اکسپرتیز تکراری سیاسی لینگویستی تعیین کرده شد. ما امیدواریم که این اکسپرتیز نوبتی پوره ابیکتیوانه و خالصانه گذرانده می شود و با ویدیو نوارهایی که از طرف چهارشنبه پخش شده بود و اساس آغاز پرونده جنایتی گردیده بود از طرف متخصصان ساحه پوره و ابیکتیوانه دیده می شوند و خلاصه آنها به ما پیشنهاد کرده می شود. این تشخیص به وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان واگذار کرده شد. وزارت عدلیه در نوبت خود متخصصی سیاستشناس و زبانشناس زبان روسی را جلب می کند و اشتراک ادوکست ها و خود چهارشنبه در وقت گذراندن اکسپرتیز باید که تأمین کرده شود. چهارشنبه ورزشکاری شناخته محاربه های آمیخته روز 31 دکمبر سال گذشته از روسیه اخراج و در دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت به سرنگونی حاکمیت طریق اینترنت پرونده باز کردند. دیرتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده او برداشته شد. حالا چهارشنبه تنها به دعوت به سرنگونی حاکمیت از طریق اینترنت متهم است. نخستین مرافعه دادگاهی این ورزشکار روز 28 فوریه برگزار شد و تا امروز تنها دو مرافعه برگزار گردید و امروز مرافعه سوم بود. در دو مرافعه گذشته به گفته وکیلان دفاع چهارشنبه به بیگناهی خود تاکید دارد، اما مقامات از جمله دادستانی در دادگاه گفته است که چهارشنبه در نوارهایش که روز 29 نوامبر سال گذشته در رابطه به حوادث اخیر بدخشان پخش شدند گویا به دعوت به سرنگونی حاکمیت دست داده است. از روی اتهامی که حالا چهارشنبه در دادگاه پاسخ می‌گوید با او از 8 تا 15 سال زندان تهدید می‌کند. اما وکیلان دفاع گفتند که برای اثبات بیگناهی چهارشنبه تلاش خواهند کرد. مولا رجب یوسفی، شهلای عبدالله، آزادی، دوشنبه.
برنامه اخباری رادیو آزادی را ادامه میدیم. از آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین ده‌ها هزار نفر بنابر خطر مشکلات اقتصادی و تعقیب سیاسی روسیه را ترک کردند. در میان آنها هنرمندان، فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران نیز هستند. هر کدام آنها برای ترک کردن روسیه دلیل‌های خود را داشتند. همکارم شهلای گلخوجک گزارش می‌دهد. این افراد با آغاز تجاوز خاک اوکراین از روسیه فرار کردند. گریگوری سویردلین رهبری یک مؤسسه خیریه را بر دوش داشته غم مردم آواره را می‌خورد. با آغاز جنگ اوکراین او از روسیه به لیتوا هجرت کرده است. برای من قطره آخرین قبول قانون درباره خبرهای فیکی و قلبکی بود که طبق آن جنگ را جنگ نامیدن ممکن نیست. من درک کردم که این جنگ را قبول کردن و در برابر آن خاموش ایستادن نمیتوانم. از میان دو انتخاب نشستن در کنج زندان یا ترک کشور نمودن، البته من دومی را پذیرفتم، زیرا برای زندانی شدن سببی نمیبینم. هنرمند اوکراینی پیترو میکیتینکا بعد از 10 سال بود و باش در روسیه همراه با اهل اویله‌اش به قزاقستان فرار کرد. او میگوید دیگر طاقت شنیدن ادعاهای روسیه درباره اوکراین را نداشت. همه دوستانمان از روسیه به ما زنگ میزنند. آنها نفرانی هستند که ما را احترام میکنند و به عقیده ما گوش میدهند. همه آنها میگویند که چیزی که در اوکراین رخ داده است حادثه مقرری است. 70% اهالی ملتگرا میباشند. آنها را پاکاری خواهند کرد و ما آرام و آسوده زندگی میکنیم. پدر و مادر ما در ناحیه پولیس زندگی میکنند و کمی دورتر از مرز بلاروس واقع است. آنها از اولین ها شده به خشونت روسیه روبرو گردیدند. مکتبی را که من تحصیل کردم با گرد تیرباران نمودند. خبرنگار روس الیسیا اوستاپچوک هم که با اوکراین پیوند خویش و تباری دارد به لیتوا کوچ بسته است. برایم واضح و روشن بود. من در کشوری هستم که اعضای اویله مرا بمباران میکنند. گذشته از این از تلویزیون دولتی میشنوم که همه‌اش خوب است و روسیه کسی را بمباران نکرده است. سرگئی داویدیس در سازمان دیدبان حقوق بشر مموریال ایفای وظیفه میکرد. سال گذشته بعد منع فعالیت این گروه از روسیه به لیتوا کوچ بست. مردم در روسیه تقسیم شدند. در یک کشوری 140 میلیون نفره هزارها شاید دهها و صدها هزار آدمانی هستند که آماده‌اند بر ضد حکومت مبارزه برند. آنها غیر از آویزه و سخن چیزی ندارند و غلبه کردن نمیتوانند. آنها میتوانند با به کوچه برآمدن خود را قربان کنند. آنها میتوانند زندانی شوند، اما به فرق از اوکراینی های قهرمان آنها شانس پیروزی ندارند. یک اقتصادشناس روس با اشاره به فرار روزافزون شهروندان از روسیه تخمین کرده است که با آغاز تجاوز روسیه به خاک اوکراین نزدیک به 200,000 نفر از خوف دشواری‌های اقتصادی و تعقیب سیاسی روسیه را ترک نمودند. مقامات تفتیشاتی روس گفتند که ضربه لگد یکی از دو برادران بازداشت شده تاجیک در داخل متروی مسکو به حیات و سلامتی دو کارمند میلیسا ضرر جدی نرسانیده است. زن و زنی برادران از تاجیکستان سعید اکرمی 21 ساله و عمری 18 ساله با افسران پلیس مسکو در ایستگاه متروی تولسکا که 17 فوریه به وقوع پیوسته بود سر و صدای زیاد به بار آورده بود. همکارم میرزانبی خالقزاد موضوع را پیگیری کرده است و حالا در استودیو با ما قرار دارد. میرزانبی، پرونده این دو جوان بر کدام اساس تحقیق می شود و با آن ماده‌ای که آنها گناهکار می شوند آنها را چی انتظار است؟ بله مومین، پرونده این دو جوان بر اساس قسم 1 ماده 318 کودکس جنایتی روسیه تحقیق می شود. این بند قانون استفاده زور در نسبت به نماینده حکومت نام دارد. در اول پرونده با قسم 2 این ماده باز شده بود که ضرر جدی رسانیدن به کارمندان میلیسا گفته می شد. یک منبع آگاه از تفتیشات به رادیو آزادی گفت که پس از دسترس شدن خلاصه تشخیص معلوم شد که کارمندان میلیسا ضرر جدی ندیدند و بند این ماده هم تغییر یافت و در نسبت به قسم 2 جزای سبکتر جریمه یا از 6 ماه تا 5 سال زندان را پیش بینی میکنند. در نواری هم که رسانه‌های روسی نشر کرده بودند آثار لط و کوب در چهره این دو جوان دیده میشد. حالا 3 ادوکات برای حمایت آنها جلب شده است و رسول جان چاریف پدری
آنها به رادیو آزادی گفت که هفته گذشته در بازداشتگاه پسرانش را دیده است و گفت که دست پسری بزرگش سعید جان شکسته بود و ملیسه ها همون دستش را توپ دادند و او با تمام صدا در اون وقت در مترو صدا بلند میکند و نقل کرد که عمر جان این حالت را دیده برای نجات برادرش میشتابد و به یکی از کارمندان ملیسه بالگرد میزند. رسول جان شریف گفت که دادگاه باید این حالت را نیز بیند که در ابتدا بی سبب پلیس پسری معیوبش را خوابانده اذیت داده است و پدرش گفت که تفتیشات حالا دوام دارد و ماه اپریل مرافعه دادگاهی آغاز خواهد یافت. میرزا نبی، مقامات تاجیک در این باره چی گفتند و واکنش ها به بازداشت این دو جوان در جامعه تاجیکستان چگونه بود؟ بله مامین، در سفارت تاجیکستان گفتند که حادثه را پیگیری دارند و به نزدیکان جوان بازداشت شده کمک حقوقی میرسانند. پدر این دو جوان گفت که از سه ادوکاتی که پسرانش را حمایت میکنند یکی را سفارت تاجیکستان داده است. این حادثه در شبکه‌های اجتماعی واکنش کاربران را به بار آورد. اکثرا ملیسای روس را محکوم کردند که به یک شیوه نادرست به مهاجران برخورد میکنند. البته برخی هم گفتند که نباید مهاجر با چنین شیوه به ملیسا حمله میکرد. گذشته از این دغلی و بدرفتاری ملیسای روس و مهاجران تاجیک بارها رسانه‌ای شده است. نوارهای زیادی هم ارسال شده است که نشان میدهد کارمندان پلیس روسیه با یک دغلی مهاجران را بازداشت و حتی آزار میدهند. تشکر برای صحبت. طالبان در افغانستان که با قرارهای عجیب و غریب خود مشهورند، به تالارهای عروسی امر دادند که جشنهای عروسی با رقص و موسیقی برگزار نکنند. به قول ملاها و یا نمایندگان وزارت امر معروف و نهی منکر طالبان، بر اساس مقررات اسلام موسیقی یکی از منکرات به حساب می رود و نباید باشد. گزارش را در این باره همکارم طاهر سفر تقدیم می کند. از این تالار عروسی در شهر هرات زمان صدای سرود و موسیقی به فلک می پیچید. در اینجا هم داماد و عروس می نشستند و مردم به تبریکشان می آمدند. طالبان که حالا در قدرت هستند به صاحبان تالارها گفتند که دیگر حق ندارند چون این جشنها برگزار کنند. موسیقی و چیزای منکرات که بوده، الکلات، مشروبات الکلی و غیره خیلی تقریبا به رواج انداخته شده بوده که بیا آمدیم با اتحادیه تالارها و با اتحادیه کافی شاپ ها و اینا را هم بخواستیم با خیلی خوب با اونا مجلس، با خیلی احترام خوب با اونا مجلس کردیم. در حین مجلس با اونا بگفتیم که این چیزهایی که منکرات باشه اونا باید نباشه. اینجا جشن عروسی دو برادر است که دیگر بر طبق خواسته طالبان سازمان دادند. از عروس و هم از زن نشانه نیست. نعت جای ترانه‌های شاد را گرفته است. منع سرود و موسیقی در جشن‌های عروسی آرزوهای بعضی از جوانان افغان را که این روزی بزرگشان را برنامه ریزی کردند برباد داده است. زهرا که با پسر خالش عقد بسته است یکی از آنهاست. همین عروسی بزرگترین آرزوی یک دختره، یعنی بزرگترین شادیشه و بزرگترین آرزوشه، ولی طوری که طالبان قوانین جدیدی که سر تالارا وضع کرده باعث شده که این آرزوهای دخترها برباد شود. مثلا نمیتونه او رقم عروسی با نشاط و با جنب و جوشی که میخواد بگیره گرفتن نمیتونه. از بس که دیگر رقص و سرود و نشاط در تالارهای عروسی منع شد، اکثریت دیگر در خانه جشن عروسی برگزار میکنند. بعضی از جوانان افغان که زورشان به جشن عروسی نمیرسد میگویند که طالبان زن گرفتن را آسان کردند. مصرف اعمال به وجه قدیم سبکتر شده، چون تالارال سنتی شده. ما میتونیم که مثال همین مصرف رو بدیم، مثل قبل نیه که برای ما سنگین باشه. اما برای صاحبان تالارهای عروسی سنگین است، چون دیگر از درآمد محروم شدند و کارگرانشان را جواب میدهند. مشکلات بسیار داریم. سرمایه هم که داریم، سرمایه هم بند کردیم. فعلا نمیتونه که دست به دست گذشته هیچ چیز دیگه. حتی شاگردا خود بسیار بیرون کردیم. افغانستان در بیشتر از نیم سال حکومت داری طالبان تغییراتی زیاد دید. اگرچه امنیت اندک بهتر شد، حال اقتصاد کشور بد است و رو به تباهی دارد. مردم هم از ترس تباهی و فرمانهای سختگیرانه طالبان به تدریج از کشور می روند. بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی اینجا و پایان رسید. خبر و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی azadi.org و در فیسبوک و یوتیوب و تلگرام ما دسترس و مطالعه کنید. خوش و خوب و کامگار. خدا نگهداری شما باشد.